سفر زائران تاجیک به مکه آغاز یافت ولی با خرج بیشتر. افزایش 9% حجم تولید محصولات کشاورزی تاجیکستان در 5 ماه سال جاری. بر اثر ترکش بالون گاز در یک قهوه‌خانه در مرکز دوشنبه 1 نفر مجروح شد. تعداد مهاجران اجباری از اوکراین به روسیه به 2 میلیون نفر نزدیک شد. با اطلاع دفتر مطبوعات فرودگاه بین‌المللی دوشنبه صبح امروز 20 ایون اولین گروه زائران تاجیک برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی سفر کردند. با اطلاع منبع هواپیمای حامل زائران ساعت 6 صبح به سمت شهر جده پرواز کرد. عربستان سعودی امسال برای زائران تاجیک 3562 کواتا جدا کرده است. تا زمان پاندمی کرونا ویروس سالانه از تاجیکستان بیش از 6000 نفر برای ادای حج به عربستان سعودی می رفت. 2 سال پیش به دلیل پاندمی کرونا ویروس سفر زائرین منع شده بود. با اطلاع کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان ارزش امساله سفر حج تقریبا 61000 سومانی معادل $5350 حساب شده است. در سال 2019 بیش از 35000 سومانی به حساب آن وقت $3750 بود. مقامات در تاجیکستان سبب گرانی نرخ حج را به مجموع خدمت رسانی‌های ربط دادند که کشور میزبان در موضع مینا، عرفات و مزدلفه پیشنهاد می‌کنند. اما کارشناسان میگویند سبب اساسی قیمت کردن راهگیرهای حج این کوشش درآمد بیشتر به دست آوردن شرکت‌های سفر کننده به حج از تاجیکستان میباشند. به خاطر نسبت سالهای پیشین کمتر بودن کوتا و هم عدم سفر زائرین تاجیک بر اثر پاندمی در 2 سال پیش، شرکت‌ها میخواهند با قیمت کردن راهگیرها این را جبران کنند. حجم تولید محصولات کشاورزی تاجیکستان در 5 ماه سال جاری 9% افزایش یافته است. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی کشور در این مدت به مبلغ بیش از 5.4 میلیارد سومانی محصولات کشاورزی تولید شده است. عامل اساسی افزایش حجم عمومی محصولات خواجگی دهات متناسباً 10.7% افزودن محصولات زراعت و 8.1% افزودن چاره‌داری عنوان شده است. حجم محصولات کشاورزی بیش از 1.9 میلیارد سومانی را تشکیل داد. این نشان داد در چاره‌داری بیش از 3.5 میلیارد سومانی را تشکیل داد. در این دوره قریب 80000 تن غله، 38.7 تن کارتوشکا، 334,000 تن سبزیجات و دیگر نوع‌های محصولات خواجگی دهات استحصال کرده شد. بر اثر ترکش بالون گاز در یک قهوه‌خانه در مرکز دوشنبه 1 نفر مجروح شد. دفتر مرکزی مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد حادثه امروز 20 ایون ساعت 9:20 در قهوه‌خانه لالا واقع در خیابان رودکی در مرکز پایتخت رخ داده است. در نتیجه ترکش 1 نفر بر اثر سوختن جسمش زخمی شده است. آتش 5 متر مربع را فرا گرفته به زودی از جانب خدمات آتش نشانی خاموش کرده شده است. این قهوه‌خانه به صاحبکار دادخواه مراد علیف تعلق دارد. حالا سبب‌های ترکش تحقیق می‌شوند. مقامات انتظامی میگویند بنا به معلومات مقدماتی ترکش بالون گاز در پی رعایت نشدن قاعده‌های بی‌خطری رخ داده است. کوچ دادن مهاجران اجباری از منطقه دونباس و در عموم از اوکراین به روسیه که از آغاز اوج گرفتن نزاع‌های نظامی عملی می‌شوند به 2 میلیون نفر می‌رسد. دفتر ریا نوستی با تکیه به نماینده خدمات اضطراری خبر می‌دهد تا صبح 20 ایون 1,934,000 شهروند اوکراین از جمله نزدیک 307,000 کودک توسط گذرگاه‌ها به روسیه وارد شدند. گفته می‌شود کوچیدن مردم آسایشته از دونباس در پس منظر اوج گرفتن وضع در نیمه ماه فوریه آغاز شد. با گذشت 4 ماه از آغاز هجوم روسیه به اوکراین و شدت گرفتن جنگ در این کشور، روند فرار مردم به منطقه‌های مرزی و کشورهای اروپایی ادامه دارد. روسیه روز 24 فوریه به خاک اوکراین وارد شد و این را آغاز عملیات ویژه حربی عنوان کرد. مردم اوکراین 4 ماه می شود که با دومین کشور مقتدر از جهت اقتدار حربی می جنگد و می خواهند مرز و بوم خود را از تجاوزکار محافظت کنند. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر با ما باشید.